نگاه کن هر جوری میخواد بذار بگه نه یه دقیقه وایسا لطفا آقای مرسلی میشه گوش کنید دارم لطفا حرف چجور میزنم 8 دقیقه صورتش چون که صدای من واضح‌تر بد در میاد. خب هی شما نباید صداتو در بیاد با اون صدای نکره هی نباید در بیاد بابا اون صدای نباید چی؟ افتاد چه مشکلتون سر چی هستن داستانتون سر بابا چی این بی حرمتی میکنه خدا مونه در آورده و صبح خوابی دار میشه چرت و پرت بار ما میکنه مرسلی تو آدم تو کرامت نداری، تو غرور نداری، تو انقدر بی غیرتی که یه بچه کوچولوی مثل من که سر تا پا داره قهوه‌ای میکنه. خب فهمیدی؟ کجا کوچولوه شاب ما همه پشت جام میشیم واقعا یه لحظه وایستا واقعا شاب اینجا باید اوکیم اونی که اسمش بهرامه که شبیه این میمونه اینا دارم با یه همچی آدمی آدم شپشو دارم با همچی آدم شپشو حرف میزنم واقعا که میخوای مسخرت کنم تا صبح مسخرت میکنم خیلی اون یکی هم که شبیه سیب زمینی نشسته بغل من. خب اگه میخوام مسخرتون کنم شب نمیذارم بخوابی. شاب تو عکس خودت بین اون نشان میده میگه شبیه اینی. آقا خدایی دیدی قیافت شبیه این میمونه. میشه کامنت ها رو لطفا ببندی که معلوم نمیشم من تو کامنت ها. لطفا turn off اون صدا turn off کن لطفا. مثل تو میگه این میگه شاب میگه منو پیش دوست دخترم کوچیک کردید. آقا میگه من پیش دوست پسرش میگه پیش دوست پسرش مرسلی عکس بچه‌ها یه لحظه وایسین عکس از شناسنامه‌ات برام فرستادن لایو فرست صدکان نشانش میدم اگه ببین شناسنامه من میکنمش تو اونجات. خب ببین مردانگی من ببین من خب ببین من یه کار زشت خانواده میاد. ببین اگه اینا ببخشید اگه احترام قائل بودن و 2 تا بچه کوچیک بزرگ دارن نگاه میکنن ببخشید من حداقل یه محتوایی دارم. تو اگه پس برای بچه دارش میخوای به بچه چی میخوای بگی؟ والا یوزی آقا میگم بابا وایسا میدانی به بچم چه میگم بابا بتمن شهر نجات میداد من اکسپلور از این کلیپا. بابا ساکت شو آش نداره اشکره میگن گاواشو نیار بشکنه. ساکت شو آش نداره. الان دعواتون سر چی شروع شده میخوام بدونم. ببین 2 تا آدم بی خود خواب بیدار شدیم دیدیم عکس منو ارشیار چاپ کرده انداخته تو توالت فرنگی. چه کاریه؟ نه حرکت زشته وقتی 2 تا نفهم 2 تا که انقدر اسکلن میگم بابا من بلاکشون کردم میگم مسخرم نکن. تو کی هستی؟ اسم منو میاری بگی شما تاج میدی چه؟ چه داری میگی؟ مگه مسئله تو هم من آدم بیشور و بیشخصه میشه تو من نیدم آوردم این وسط. شما به نظر این پایینی با اون 2 تا بالایی دعوا شده شاب با اونا بعد این میگه تنها میام شما 2 تا بیان اونا نمیان. ببین من اگه الان یه تلفن ببین تلفن آماده کردم تلفن آماده کردم. خب یه جوری میگه آماده کردم ببین این تلفن یه چی دیگه است. خب من زنگ بزنم ببین شاشتون تا خونتون ریخته شده. خب شاشتون تا خونتون ریخته شده. شاشمای چاپ این کنترل این با همین پازت میکنم ما یه کاری میکنم 6 ماه تانیت بوده. این کنترل برنارده تایم باهاش نگه میدارم. وقتی که من گرفتم همینجوری با 2 تا انگوش اونجا تو جر دادم دکتر نمیتونه تو رو بدوزه. خب لطفا اصلا برید بیرون. واقعا ببین میشن تو ویوت بره بالا معروفتر بشی دارن کمکت میکنن تو ویو من شاشیدم تو ویو بخوای اینجوری بخواد باشه. یا مرسلی دیدی لیاقت نداره پشتش باشی اینجوریه. بشه بابا یه دانه مرد پشت نیست یه دانه مرد پشت. آقا
یه من چیزی بگم من شهاب. نیازی به ویو ندم، خدا رو شکر پشتم انقدر گرمه، بازم به کی؟ میگم پشتم به کی؟ گرمه. من نه یه همه کرد. من یه کی همه نگاه به کرد؟ پشتم کنم، کلا یه تو خب پشت من یه دیوار نگاه شیتی بابا ده چرت و پرت نگاه به نگو. پشتم بکنم، یه دونه اینجوری کردم، پوتت کردم بردم، چه خوشگل. کردم آها، کرد ما این تو کردی نگاه پشت نگاه آقا کردی با بابا. قابل کرد جماعت احترام به شوخی همه نکن. ما، کرد پرچمش کامل احترام به بالا. همه دارم میذارم. نه وایسا متوقف شو یه دقیقه. نه با یه کل دقیقه شوخی نگه آروم گفت باش، شما رفیقین اشتباه گفت. داداشین همه. ببین من و الان علی رفیقیم، شما هم رفیقین، بهرام و ارچی هم رفیقن. الان شما رو من کیک بگیرم آشتی بدم، پیتزا بگیرم آقا غذا اگه مورد با علاقه کیک نمیشه. آقا یه یه چیزی کیک بگم، اصلا آدم ها نمی‌ذاره. رو ببین، این آدم من دارم راجع به این آدم حرف میزنم. وایسا من خب یه دقیقه کامنت ما رو وا ما بکنم. چرت و همم پرت نگو چرت و پرت نگو. ارشیا بابا تو 30 سالته دیگه ایشور ایران باشه. وایسا کامنت رو وا کنم. زرت و پرت نکن. بیا. مشتری ما باید قرار دوا بریم شام بخوریم میریم استیک من مرسلی با این تو سر کوچه هم نمیرم، آری برام. من نه با که تو ما با سر تو تا کوچه هم سر کوچه نمیرم. میریم من تو همه سر کس. کوچه برم، من با تو سر کوچه برم شهاب یه دقیقه وایسا شهاب. با دو تا اواخر من چرا برم یه بیرون؟ سوال باشه یه سوال بپرسم. جانم. میری آرایشگاه میگی موهات چه مدلی بزنن تو راه شرفت؟ همون موهای پشکل گوسفندی که بغلت همین مدلی میگم بزنم. منو میگه با هفته او شبیه همین اینه. مدلی. نه خیلی شبیه او که تو تا وایسا، اشتری تا برج خلیفه بردیش بالا که او شبیه اینه. این تو شبیه اینه. آقا الان من میخوام بدونم الان دوستان اینا اوستا از خیلی تو خیلی ویدیو نسازن تو بیخیال میشی. آقای مرسلی، به مدام با کامل با احترام آقای باهاتون حرف مرسلی. میزنم. خب آقای مرسلی احترام چیه بذارید به هم. ببین تو احساس میکنم حس داری و مرسلی از بابا زمانی که تو خفه کشتی شو. ای در آوردی این به تو حس پیدا کرده. میبینی چرا آدمای بیشعورین. یه لحظه هیچی نگی ناموسن. من یه آشنای خیلی خفن دارم جنگی رامین چطوری؟ لایف شکل خواب بد شده هر دقیقه یکی داره میاد. چیز خنده داریه، میخندین همتون. یه لحظه شاب وایسا، یه لحظه بچه وایسا، یه لحظه اجازه بدین، یه لحظه اجازه لطفا بدین، یه آهنگ بر من بخون، یه لحظه اینا اجازه بسوزن بدین، پشتشون. یه لحظه اجازه بدین. یه لحظه اجازه بدین. میگه قدیما ریش سفیدا ما رو نصیحت میکرد، الان دندان سفیدا. بخندی رامین و مرسلی. وای بخندین زایه نشه. چه میگی تو؟ صدای مگس میاد چه میگی؟ من تقدیمش کنم به خودت. گوش کن. بفرمایید. وایسا بفرمایید. بابا دمت گرمه به نام. بذار اینجا برو بیرون. آقای ترجنگی بریم. شاده بریم. بیا بالا. برو خیلی بیا بالا. نمون چند نفر هستن. بیا تو 1 2 3 برو. تو دی 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 میگم آشتیشون بدم. بابا آشتی کنین دیگه بابا، حالمون بده ناموسن، بدتر از دلار 112,000 تومان. شما دعوای چی میکنین آشتی کنین بره. چه ربطی داره داشت مشکلات ما با هیچ چیز حل نمیشه. داداش جان من یه همین دقیقه ترجنگی خودتو انصافت. شهاب از خواب بیدار شده، خب زنگ زده به یه نفری گفته اینا اذیتمو میکنن، یارو گفته میرم بالا خشتک زنه بالا میکنم. خب تو باشی ناراحت نمیشی؟ این آقا این آقا وقتی که من بهش گفتم منو مسخره نکن، گفتم سمت من نیا، بعد میادش یوهویی رفیقاشو میفرسته سمتم، بعد منو میزنن. بچه رو ببین وقتی که من یه لحظه بذار حرف بزنم. رامین تو رو خدا یه لحظه بزنم من یه چیزی بگم. یه لحظه شاعر میگه یه لحظه وایسا. من تنها برادرم داره میلرزه وقتی با این حرف میزنم. داری میشی؟ یه لحظه وایسا. شاعر میگه شاب جان توی موقع شاعر میگه
جان چشات دیوانه بازیات بد شری دستم داد بد شری دستم داد همش دارم خواب میبینم زنگ و دوا میبینم. شاب من بچگی طرفدارت بودم خره چرا گریه میکنی؟ بچگی نه چون که همه این دوتا ببخشید مگه من چند سالمه؟ شاب چند سالته؟ شاب چند سالته؟ من آدم تینیجریم. نه تینیجر یعنی بچه سالم. من خیلی هپی فیسم. تو کجا تینیجره با تو 60 سالته راستش رو بگو. منم دو چالنجرم. لطفاً ببین تا نگی ببخشید من قبولتون نه نمیکنم. باید بگیم تو عکس ما کردی تو توالت. ببین اگه من عکس میکردم تو توالت توش آبرو شرف منو بردی. تو آبرو شرف منو بردی. بابا تو باسن خودت کار داده دستت به قرآن ما کاری ببین اصلا من نکردی. دوست دارم بگم آها به تو چه؟ تو رو سننه به تو چی نداره من چیکار میکنم؟ به تو چی نداره؟ به تو چی نداره؟ بابا چیه؟ یعنی چه آقا ببین ما مسئولی. ببین گربه دستش به موش نمیرسه دیگه پیفی بو گم میده. چی میگی تو؟ چی میگی بابا تو؟ ضرب مسئله همه داری اشتباه میگی. برو بابا که حرف نزن برای خودت. بابا ضرب مسئله داری اشتباه میگی به ابوالفضل. این آقا اینقدر بی تربیته بی شخصیته خجالت هم نمیکشه. رامی ترجنگی واقعا بی شخصیته. رامی ترجنگی واقعا من قبول دارم. رامی آقا شکایت کردم بگه غلط کردم بگه غلط. بابا ما میخوام آشتیتون بدم. بابا شهاب لات کار وایسا شاب از این به بعد من و ارشیا تو تیم توییم. این رامی ترجنگی و مرسلی هم میزنیم. چه میگی؟ چرا پشت شهاب حرف میزنی؟ ببین هم کلت بکن تو رامی ترجنگی برای من کلت شاب بکن نشد. تا تو پارسال فکر میگردی کیش باید با پاسپورت بدی. الان برای من لات شدی. کلت بکن تو کلت بکن بیرون ببین وایسا ببینم چه میگی تو. کلت بکن تو. تو هر کجا تهران بگیرنت کارت ملی نداری به جرم افغانی میبرنت قرآن. به جاش نوید محمدزاده برام استوری میذاره. کلت بکن بیرون کی؟ کلت بکن بیرون. نه آقای مرسلی منظورم به شما. شاب یه لحظه حرف نزن. من و رفیقم داریم حرف میزنیم. رامین چه خبر؟ من میرم خدافظ. نه بابا نه ناموسن کلت بکن بیرون آقا ما کلیم ما چه کار داری تو جاش. کلت بکن بیرون. مردایی که پشت منم پشت پایین خونتونن. نمو بذار من پایین ببینم. پایین خونتونن ما از طرف شما اومدیم ما اومدیم شما رو جیر بدیم. کلمو کردم بیرون چرا دیگه نمیگی؟ خدا آمدن جرمان بدن. شاب اینجوری خشنم لازم نبود. ما عادت نداشتیم. ارشیا هر کدومشون برات پررویی کردن عکسشون رو گذاشتی تو توالت. یه عکسایی دارم برات بفرستم اونا رو بذار تو توالت. بفرست ببین دیدی بازم دم معرفتت گرم. شاب شما رو ندی به رامین. شاب هر رامین لطفاً دایرکت بده بفرست. ندی. رامی ترجنگی سر یه حرکت دیگه آهنگی از قدیم زدن میگه دین دیرین دیرین دیرین. نه او بری پسرا جواب میده بری شاب جواب نیست. نه به رامی ترجنگی تقدیم کردم. مرد سلام عزیزم خوب. آقا تو از کجا وایسا تو از کجا میدانی مرسلی؟ تو از کجا میدانی مرد؟ بابا معلومه مرده نگاه کن. آقا از کجا؟ مگه مرد بودم به ریشه سیبیله. اگه مرد بودم ریشه سوسکم سیبیل داره چه ربطی داره؟ نه سوس کجا سیبیل داره؟ بریش دورو میگی. سوس داره. بیا اون موشه. اون گربه سیبیل داره. 3 تا سیبیل داره. بابا سوس سیبیل 3 تا. شهاب خدای ازت در بیارم. عکس و فیلم های زیادی داریم. رود نمیشه بیای تو اینستا. اون گربه سیبیل داره. 3 تا سیبیل داره. بابا سوس سیبیل